کی بار آخر به همسرتان گل تحفه کرده بودین؟ یعنی شد عبدولی رسولوف ساکن شهر خوجند در خاطر ندارد که کی بار آخر به همسرش گل و یا تحفه خوشحال کننده تقدیم کرده بود، ولی امروز فعالان سازمان‌های دفاع از خشونت خانوادگی زنان به مثل او به ده‌ها مردان رهگذر گل هدیه کردند و تاکید کردند که به زن‌هایشان حرف خوش گویند. همین به واسطه تحفه های نوارزش ما مهر و محبت را در اویله مستحکم میکنیم، برقرار میکنیم. همین چیزهای در دستورها نوشته شده است که از پای اویله شوید، اویله و مهربانی کنید. گپ در تحفه نیست، لیکن همین خشونت نشدنش به حسی خود را گذاشته باشید. شما اینجا خصلت مرد هفته چخه سر پشت دست نوشته که رحمت که اویلتون به غمخوری میکنید، دستگیری میکنید. این اقدام سازمان‌ها به مناسبت 16 روزه مبارزه با خشونت زنان روی کار آمده است و روز نخستین در موضع ریگستان شهر خوجند این اکسیه را راه اندازی کردند. این سازمان‌ها اصول پیشگیری از خشونت را در زمان پاندمی کووید 19 امسال تغییر دادند و همکنون می‌خواهند بیشتر بر روح و روان خانواده‌ها تأثیر گذارند. است که از سبب آنکه شرایط اقتصادی، محیط پسیخولوژی عائله ویران بودن در عائله مناسبت درست که وجود ندارد، یعنی که زن و شوهر با همدیگر مناسبت نمی‌کنند، غمخوری، مهربانی نمی‌کنند و در عائله به زیرآوری، یعنی سخن‌های قبیح، دشنام، همین حالت‌ها به زیرآوری آورده می‌رساند. تاجیکستان سال 2013 قانون درباره پیشگیری خشونت و زورآوری در خانواده را قبول کرده بود و مسئولان سازمان‌های دفاع از حقوق زنان میگویند با گذشت 7 سال نیز مراجعت‌ها زیاد هستند، ولی مسئولان مقامات‌های دولتی میگویند با تشکیل شورای مراسا شمار جداشوی عائله‌ها را در سوخت تا حدود 500 حالت کم کرده‌اند و اقدام‌هایی را برای پیشگیری خشونت خانوادگی راه اندازی می‌نمایند.